الله تعالی من میخوایم امروز چند نکته از ادامه درس سوره اعراف براتون تشریح کنم، یعنی هفتمین سوره قرآن کریم، جایی که الله سبحانه و تعالی یک توضیحات کامل در مورد داستان خلقت و داستان آدم علیه السلام و شیطان یا ابلیس داده. چیزی که میخوایم به او اشاره کنم، البته بعد از صحبت در مورد خشم و حسادت که قبلا گفتم، این است که الله عزوجل از او خواست یا به او امر کرد که خارج شود، جایگاهش از او گرفته شد و از نزدیکی الله متعال دور رانده شد. در او وقت به الله متعال جوابی داد. وقتی به او جواب شیطان میرسیم، میخوایم براتون تشریح کنم که چرا فهمیدن کلمه شیطان مهم است. یک اصل غیر عربی داره، اما در زبان عربی بحثا سر ای است که دو ریشه داره، شیط یا شیطان است. این دو ریشه احتمالی این کلمه است. اصلا کلمه شیطان در عربی به معنای تباعده است، یعنی کسی که بسیار بسیار دور میره، کسی که بسیار دور است و فاصله زیادی داره. به همین دلیل است که شیطان برای ریسمان‌های بسیار دراز استفاده میشه. با یک ریسمان بسیار دراز حبل الممتد میگن و همچنان به نام شیطان یاد میشه و از شیطان گرفتن. از طرف دیگر ریشه کلمه شیط در عربی به معنای شعله‌ور شدن به خاطر خشم و عصبانیت است. دقیقاً در بسیاری از زبانها به معنای این استفاده میشه که او واقعی آتش گرفته یا در گرفته، یا میگم چیزی که تو گفتی مرا در داد، یا که قلبم آتش گرفت. یعنی آتش گرفتن یا شعله‌ور شدن با خشم در زبانهای مختلف ربط داده شده، یا به تنفر و کینه، اما او به آتش داخل شد به خاطر کینش. و بعضیا سعی میکنن این دو معنا رو یکجای کنن و میگن که او به خاطر تنفرش بسیار دور رفته و هر بار که سعی میکنن نزدیک شوه یا او کینه خود کم کنه، فاصلش بیشتر میشه و دورتر و دورتر میره. در واقع او بخشی از وظیفش برای ما هست. وظیفش ای است اولین کاری که میکنه ای از چیزی که در وجود ما خوب نیست میگیره و همون خصوصیت به آتش میکشه، یعنی او را تحریک میکنه و به حیث یک کاتالیست عمل میکنه. ما را مجبور نمیتونه کار بد کنه، اما در وجود انسان ها از قبل قوه ها و اجزای خطرناکی است که او میتونه شما را تشویق کنه که نسبت به او اجزا به تفاوت باشن. یک شعله را روشن میکنه و یک بار که انجام دادین از شما میخواد که همه قسم همون کار ادامه بده. یرید الشیطان ان تضلوا ضلالا بعیدا. قرآن میگه شیطان میخواد که شما در راه گمراهی دورتر و دورتر برین. درست مثل خودش میخواد که همه قسم برن و بر نگردن. انشالله ما میبینیم که چه قسم این کار میکنه، چه قسم در گمراه کردن موفق است و مطمئن میشه که در گمراهی میمونن. پس جوابش به الله وقتی که الله ازش میخوای بیرون شوه، اذ انظرنی الی یوم یبعثون، به ما وقت اضافه بده و این وقت زیاد نیست. نظره یعنی وقت زیاد دادن و انظره یعنی وقت زیاد ندادن. ما وقت زیاد نمیخوایم، فقط تا روز رستاخیزشون، یعنی همه حال مرا جزا نده، فقط به ما از حال کم صلاحیت بده تا روز رستاخیز. و در ذهن شیطان او زمان زیادی نیست. در ذهن شیطان کسی که در حقیقت همراه الله بوده، همراه فرشته های الله بوده، در اصل میفهمه از زمان این مکالمهشان تا روز رستاخیز اصلا زمان زیادی نیست. راستش چیزی که او به همه ما تلقین میکنه این است که تو وقت داری، تو زمان تمام دنیا را داری، ضرور نیست حال تغییر کنی. چند ماه دیگر رمضان است، تو خوب هستی، فهمیده؟ بعد در ذهن تو یا در ذهن ما فکر میکنیم که وقت زیادی داریم، حتی اگه مرگ نزدیک باشه بازم خوب که چی، روز رستاخیز خودو میفهمه چی وقت است. هم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اونا فکر میکنن این واقع بسیار دور است، چرا حال نگرانش باشیم؟ این یک طرف قضیه است. و دیگه طرف قضیه این چیزی نیست که بخوایم در خطبه بگوییم، اما در دیگه طرف قضیه بعضی مردم میپرسن و اخیراً هم از ما پرسیدن، شیطان کسی است که الله او را بیرون کرده، کسی که الله او را رد کرده. و پسانتر در داستان شما میفهمین که او قادر بوده آدم و حوا را وسوسه کنه که هنوز در بهشت بودن. پس چطور اونا را وسوسه کرده در صورتی که از بهشت رانده شده و اونا هنوز در بهشت هستن؟ احتمالاً جواب ای است که این توانایی را اولتر از همه الله به او داده که او در فاصله دور میمانه. این بخشی از معنای نامش است که او دور قرار میگیره، اما الله به او توانایی داده که نجواش در هر جای شنیده شوه. تصور کردن این امروزه برای ما مشکل نیست. فهمیدن؟ مردم در فاصله بسیار دور هستن اما صدایشون توسط وسایل به گوش ما میرسه که در قرنهای قبل فکر میکردن این کار جادو است. من میتونم مادر خود از اقیانوس ها دور ببینم که قرنهای قبل جادو به نظر می آمده و امروز فقط یک آیفون است یا فقط یک تماس تصویری است، یک تماس اسکایپی.
اما نظریه ای که او از جاهای دور رسیدن میتونه و نجوا میتونه یک توانایی است که الله اجازه داشتنش داده تا روز رستاخیز. پس انظرني إلى يوم يبعثون. الله فوراً جواب داد. قال إنك من المنظرين. درست است، تو از کسانی هستی که برایشون زمان داده شده. به تو زمان اضافه داده میشه. یک اتاق اضافه که کار خود در او انجام بدی. در او مکان. موضوع دیگه ای است که او چرا زمان خواست. او میفهمید که مجازات میشه. میفهمید که زیادم دور نیست. میخواست ببینه چی کار میتونه. او این حقیقت میفهمید که از مجازات الله خلاصی نداره. این واقعیت میفهمید که رانده شده. هیچ موفقیتی نداره و در آخر تمام اینا هیچ راه نجات نیست. هیچ طلب بخشش نیست. او از تمام اینا خلاص شده و از همه چیز بسیار دور است. پس فکر کرد چه کاری کده میتونه؟ فکر کرد که ما به الله ثابت میکنم که من تنها بازنده نیستم. یقینا که من ناکام شدم، اما موفقیت من وقتی است که ثابت کنم ناکام های دگام هستن. آها، فکر میکنی فقط من بازنده هستم؟ نه، بازنده های دگام هستن و این را ثابت میکنم. فقط برم وقت بده. این موفقیتی او است و فکر میکنه این یک هدف است و این یک هدف مثل ویروس است که دیگران را با او مبتلا میکنه. در زندگی کسایی هستن که میگن مهم نیست که من چیزی را بعد اسم میارم یا نه، فقط باید مطمئن شوم که کس دیگه ای موفق نمیشه. مطمئن میشم کس دیگه ای نتونه. این دقیقاً چیزی است که بعداً در این صورت در داستان هابیل و قابیل رخ داد. هر دوی اونا قربانی دادن و یکی از او قربانی‌ها قبول شد، اما قربانی دیگه‌اش چه قسم قبول شد؟ مهم نیست که از من قبول میشه یا نه. من نمیتونم ببینم او موفق میشه. این مرا آزار میده. فهمیده؟ حسادت حتی در بین انسان‌ها، حسادت در خانواده‌ها، بین دوست‌ها، بین همسر، بین والدین، حتی بین فرزندا. برام گفتن من والدین خود دوست ندارم. چرا اونا رو دوست نداری؟ چون اونا همدیگر زیاد دوست دارن و این مرا آزار میده. واقعا این آزارت میده؟ بله، چون میفهمم هیچ وقت تو قسم شدن نمیتونم و حسودیم میشه. واو، این عمیق است. عجیب و خنده‌دار به نظر میاد، اما این عمیق است که یک نفر این احساس داشته باشه. شیطان شما را وادار میکنه که اگر تو نمیتونی داشته باشی، دیگرها هم نباید داشته باشن. پس وقتی مطمئن شوم که اونا بدبخت هستن، بعد من خوش میشم. بعضی مردم مشکلی ندارن. خوب هستن تا وقتی که از شما چیزی ندارن. اما اگه بفهمن که تو خوش هستی، اگه بفهمن که خنده میکنی، واقعا اونا رو آزار میده. چرا او خوش است؟ چی شده؟ من فکر کردم خوش نیست. فکر میکردم بدبخت است. ولی عکس جایی دیدم، یا این ویدیو را جایی دیدم، یا از کسی شنیدم که اونا خوش هستن. ها؟ این چی است؟ باز فکر میکنن که چطور ایره تمام کنن، چطور اونا دوباره میخندن. ای اونا را میخورن، نمیتونن از سر خود بیرونش کنن. فهمیدین؟ ای از خود شیطان است. شیطان نمیتونه ببینه که ما موفق هستیم. پس به الله گفت به ما وقت بده و ما گپ ما ثابت میکنم. و بعد چیزی که میگه، این موضوع بسیار زیاد است که در یک خطبه تمام نمیشه. استراتژی او این فقط یک راز نیست. او کار خدا پنهان نکرده و ای که چه قسم این کار انجام میده در اصل تمامش گفته. الله اجازه داد ما بدانیم، چون بخشی از هدایت، یک بخش شناختن سرک، شناختن خطرهای سرک است. پس دشمن خدا بشناسین. درست است؟ الله فقط راه رسیدن به بهشت به ما نشان نداده. خب اینا هم موانع راه رسیدن به بهشت است. اینا موانعی هستند که اجازه نمیتن شما موفق شوین. این دشمنتان است که منتظر است. پس او به الله میگه قال فبما اغويتني. این فقط به خاطر تو است که من براه اشتباه رفتم. این چیزی است که به الله گفته. فقط به خاطر تو مجبوراً راه اشتباه رفتم. کی را محکوم میکنه؟ الله. این هدف تو بود. این برنامه تو بود. تو میفهمیدی چی مرا آزار میده که آدم از خاک ساخته شده و تو خوب این را میفهمیدی و به هر طریق خرابش کردی و مرا مجبور به گناه ساختی. این اشتباه من نه، از تو است. تو مرا به اینجا رساندی. تو همراه می کارا کردی. تو به من دروغ گفتی. تمام اینا را به ضد من کردی. تو بوده که نفرینم کردی. تو کسی هستی که نمیخوای بخشیده شوم. و به خاطر که تو با من این کارا کردی، من هم با انسان‌هایی که بسیار دوستشون داری این کارا میکنم. بخش اولش محکوم کردن الله است. به خاطر که در اولین جوابش شما این را میفهمین که او اول سجده را رد کرد. از الله بسیار دور شد. بعد قدم دیگه برداشت و گفت خب من بهتر هستم. و یک قدم دیگه از الله دور شد. کارش از روی غرور بود. اما حال فاصله بسیار زیادی از الله گرفته. وقتی گفت نه فقط من اشتباه کردم، بلکه تو هم اشتباه کردی. تو کسی هستی که به من بدی کردی. حال الله را محکوم میکنه. حتی یک قدم دیگه برداشته. حدس بزنین که با انسانها چی خواد کرد. او پیش ما میآید و اول کاری میکنه که نافرمانی الله را کنه.
امی کارو میکنن و بعد همه بعضی اوقات نافرمانی الله رو میکنن. ما کامل نیستیم، اشتباه میکنیم. اما یک گپ است، اما شاید یک بار که اشتباه میکنی حس بد بگیری، از الله بخوای که تو رو ببخشه، توبه کنی، گریه میکنی، در وجودت احساس گناه میکنی. این تو را انسان میسازه، این تو را مثل آدم علیه السلام میسازه، اما او تو را دوباره وادار به گناه میکنه، قانع میکنه که دوباره گناه کنی، قانع میکنه که گناه کنی و دیگه دفعه یک قدم دیگه اضافه میکنه که کارش بدتر از گناه است. گناه خودش بد است، اما توجیه کردن خودتان بدتر است. این بدتر است. وقتی که به دنبال یک دلیل برای انجام دادن این گناه هستین، خب من تحت فشار زیادی بودم، من این کارو به خاطر این دلیل و او دلیل کردم، تو نمیفهمید چی حالی بودم، واقعا در اون وقت ناراحت بودم، یا ای که من دلیل های خود دارم. وقتی این کارو میکنی مثل شیطان میشی. وقتی که یک قدم دورتر شد، تباعد شتنا، یک قدم دورتر از الله. اما بدتر از همه، یک نفر برفتن در سرک گناه ادامه میده و وقتی میپرسی چرا به این راه روان هستی، میگه الله ای را میخواه. اگر الله میخواست حال یک آدم بهتر میبودم. ما نمیفهمم که چرا از این متنفر است. الله مرا خوش نداره، برای من چی کرده؟ و شما میبینین که مردم خودت در گناه غرق کردن و در او راه از الله صحبت میکنن. دقیقاً قدم به قدم و سلسله وار شیطان هم قدم های بعدی و بعدی را برمیداره و قبل از ما او به نهایت مایل ها از الله دورتر شده. این تباعد است و تمامش از خشم میآید. سوخت این وسیله خشم است، پس او همیره بر انسان ها میخواه و حال به الله میگه که تو دلیلش هستی، باعثش تو هستی. میفهمی چی است؟ من فقط نمیخوایم که از این راه دور شوم، از راه خلاف الله، اما میگه اقعدن على صراطك المستقیم. میگه که به الله وعده میته، اقعدن لهم صراطك المستقیم. من به تو وعده میتم و به تو قسم میخورم، به تو قسم میخورم. این را لام میگن، لام تاکید و نون ثقیله در گرامر. معنیش این است که ترجمه کردنش به انگلیسی بسیار سخت است. آسانترش در انگلیسی قسم میشه که من خود نشستم منتظر اونا. این ترجمه راحتش است. اما قعود به معنای است که به کمین دشمن خودت بشینی. قعود یا مقعد در عربی به این معناست که بشینی و برای دشمن کمین کنی. شما دیدن که بعضی وقتا پلیس در سرک چه قسم کمین میکنن؟ منتظر هستن که سرعت بگیری. این قعود است. راستش او قعود است. درست است؟ وقعدوا لهم كل مقعد. قرآن میگه كل مرصد actually. مکان کمین. به هر حال معنای قعود ای است که مدت طولانی یک جای بشینی. و قعود از جلوس فرق داره. اگه در این چوکی بشینیم بعد بخزیم این جلوس است، اما اگه قعود میبود بیشتر زمان میبرد. خب او زمان تمام دنیا را داره. اگه تو خراب نکردی مشکل نیست، بالاخره تو را گیر میکنم. منتظر میمانم. او شما را مطالعه میکنه. انهم يرونكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. او و پیروانش دائما شما را میبینن و مراقبتان هستن از جایی که حتی فکرشم نمیکنن. رفتار شما را مطالعه میکنن، میبینن که چی عکس العملی نشان میتن، چی شما را ناراحت یا خوش میکنه، چی باعث لغزشتون میشه و بعد از اونا بر علیهتون استفاده میکنه. در واقع اینا موضوعات روانی هستن از این شیطان ها. پس به الله وعده میته، یک وعده عجیب که میشینم و منتظر میمانم. منتظرشون هستم. من به تو قسم میخورم که منتظر هستم و منتظر میمانم. کجا؟ در راه مستقیم شما، در راه مستقیم شما. بعضی اوقات مردم سوال میپرسن که وقتی به ایمانها اشتباه میکنن من درک میکنم. من میفهمم مردمی که به خدا باور ندارن شراب مینوشن، کلب میرن، زنا میکنن و تمام این کارا، درکشان میکنم. اما نمیفهمم مردمی که مذهبی دیدن میشن، مذهبی عمل میکنن، مذهبی گپ میزنن، قرآن میفهمن و حفظ هستن، حجاب میپوشن، از حج میاین، اما ببینین که اونا چی میکنن. ببینین چه قسم گپ میزنن، ببینین چه قسم رفتار میکنن. توقع میره که این آدمهای خوبی باشن، اما چه قسم اشتباه میکنن. حدس بزنین که او به دنبال آدمهای زیادی هست. در حقیقت او از مردمی که برای خود هستن عصبی میشه. منتظر است که به شما حمله کنه و وقتی ناکام میشه کم پیش میره و اونجا منتظر میمونه، باز میگه کم پیش بره، شاید اونجا تو را گرفتم، و وقتی دوباره ناکام میشه باز پیشتر میره و دوباره منتظر میمونه. تو برای خود ادامه میدی و او همه قسم درای شما میایه. شما مردمی را میشناسن که تغییر کردن برای الله. مردمی که در گناه هستن با اونا میبینن و میگن که تو آدم خوبی هستی. میفهمی الله راه برای تو آسان ساخته. الله راه برای هیچ کسی راحت نساخته. شیطان به هر کسی حمله میکنه.
فرق نداره که روز 5 بار نماز بخونی یا که هر شب تهجد ادا کنی. فرق نداره که هر سال به حج بری. فرق نداره که تمام قرآن خوانده باشی و هر بار باز هم قرآن بخونی. او شما را از انتظار شیطان حفظ نمیکنه. هر بار میایه و بازم میایه. او به همگی به یک روش حمله نمیکنه. وقتی دشمن خود مطالعه میکنن، مثلا در ورزش، کاری که اونا با تیم میکنن، قبل از اینکه مسابقه شروع شوه، اونا استراتژی تیم دیگر میبینن و مربی به اونا میگه که این قسم حمله میکنیم و به این قسم از خود دفاع میکنیم در مقابل این تیم. حریف خود بسیار کامل مطالعه میکنن. بازی یک تیم در هر مسابقه مشابه نیست، بلکه به حریف هم ربط داره. حتی در بازی‌های 1 به 1 مثل تنیس و غیره. شما یک مربی دارین، او میگه به این روش حریف خود کنترل کنین، این قسم حمله کنین و این قسم جواب بدین. شیطان دقیقاً همین کارو میکنه. روش حملش به تو ما فرق میکنه. اما قسم که به تو حمله کرد، به ما حمله نمیکنه. تو را مطالعه میکنه. ضعف تو را پیدا میکنه و از ضعف استفاده میکنه. مرا مطالعه میکنه، ضعف مرا پیدا میکنه و ازش استفاده میکنه. او میفهمه و الله متعال به او وقت داده که اجازه داره عقب بشینه، کامل همه چیز مطالعه کنه و بفهمه. میایه و پیشنهاد میده، میایه وسوسه میکنه. او در تمام راه های الله میایه. پس چی یاد میگیره؟ که مشکل ترین کار قدم برداشتن به سمت الله متعال است. این مشکل ترین کار است، نه 1,000,000 مایل، فقط یک قدم به سمت الله. چون وقتی که یک قدم برمیدارن، او میگه صبر کو. تو دوست مسیح، اگه برای بد بری دوست شیطان میشی، اما اگه به سمت الله بری دشمنش میشی. تو دلیل رانده شدنش هستی. او میخواد ثابت کنه هر کس در جهنم دوست او شدن میتونه. پس وقتی تو روی میگردانی، حتی اگه کم باشه و یک قدم برمیداری، شیطان از هر راهی ممکن باشه سر تک تک راههای تو قرار میگیره تا به بیراه بری و روی بگردانی. حتی من کسایی را دیدم که میگن همه چیز در زندگیم خوب است تا وقتی که نماز میخونم. وقتی نماز میخونم مشکلاتم شروع میشن. یک دفعه دوست مزه عصبانی میشه، ناگهان صحتم خراب میشه، ناگهان این مشکل یا اون مشکل برام رخ میده. پس از نماز خواندن میترسم چون همه چیز خراب میشه. من عالمی را میشناسم که یک زمان مادرش مسیحی بوده و مادرش دید که او را به اسلام دعوت میکنه. او خودشون پیر بود ولی مادرش از او کده پیرتر بود. همه قسم مادر خود به اسلام دعوت میکرده و مادرش آماده ترک کردن نبوده. یک بار تصمیم میگیره که به اسلام فکر کنه. بعد از او هر شب کابوس میدیده، کابوس های ترسناک، هر شب. و هر بار که صلیب محکم میگرفته او میخوابیده، دیگه کابوس نمیدیده. شیطان میفهمه که تو میخوای قدم برداری، با طرفت میایه، مطمئن میشه که برگردی و دوستش بمانی. میگم من اونجا میشینم و منتظر میباشم مثل یک مانه، درست در مسیر راحت. اما او چه قسم ما را قانع میکنه که روی بگردانیم. در این چند دقیقه آخری که مونده میخوایم براتون یک بخشی از خطبه بعدی را بگویم که او به الله میگه ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. او میگه من با اونا از 4 سمت حمله میکنم. از پیش رویشان حمله میکنم، از پشت سرشان حمله میکنم، از راستشان حمله میکنم و از چپشان حمله میکنم. از پیش رو، پشت سر، راست و از چپ. حال این یعنی که من از هر طرف حمله میکنم. اما کلمات الله بسیار دقیق است. کلمات الله بسیار دقیق است. هر کدام اینا استراتژی شیطان است. او از پیش رو یک نوع حمله متفاوت داره و حملش از راست فرق داره و یک حمله متفاوت از طرف چپ، حمله متفاوت از پشت سر. و ما هم قرار است که هر کدام این حمله ها را بخوانیم. اما قبل از این که به او حمله ها برسیم، میخوایم یک هدف اصلیش را بگویم. این که او چه قسم میفهمه که حملهش موفق میشه و به هدفش میرسه. این هدفش است و امروز میخوایم که ازش با خبرتان کنم. او چه قسم میفهمه که حملهش موفق شده. ولا تجد اکثرهم شاکرین. تو اکثر اونا را ناسپاس خواهی یافت. اگه او به شما حمله کرد، بعد از حملهش دیگه شکرگزار الله نمی باشین. دیگه شکر نمی کنین، منفی بین میشین. وقتی کسی بدبین میشه دیگه شکر نمیکنه. چرا که اگه شکر کنه باید به چیزای خوب فکر کنه. نمیشه به چیزای بد فکر کنین و شکرگزار باشین. نمیتونن بگین الحمدلله. این الحمدلله نیست. باید مثبت فکر کنین. باید به نعمتهای الله فکر کنین.
نمیتونین شکرگزار باشین وقتی که نافرمان هستین. چطور میتونین شکرگزار باشین و به الله وفاداری نشان بدین؟ چه قسم سپاسگزاری است؟ اگه او بتونه راه برای ناسپاس ساختن موتو پیدا کنه، یعنی موفق شده. میفهمین چی یاد میگیره؟ بزرگترین مشکل او خشمش است. بزرگترین مشکلش خشمش بود و الله در این آیات به ما یاد میده که بزرگترین راه حل خشم چی است؟ شکرگزاری. و او میفهمه تا وقتی که شکرگزار هستن به اونا نمیرسم. تا وقتی که به نیکی‌های الله متعال نسبت به خودشان فکر میکنن به اونا نمیرسم. تا وقتی که مثبت و امیدوار هستن کاری نمیتونم. تا وقتی که از الله فکر خوب دارن من کاری نمیتونم. چون واضحا ما نمیتونم شکرگزار خدا باشیم اگه ازش قهر باشیم. نمیتونم قدردانش باشیم وقتی فکر بد نسبت به او داریم. پس جنگیدن تا وقتی که ناسپاس شون مرا موفق میکنه و سعی میکنه که از این خلاص شوه، از پیش رو، از راست، از چپ، از پشت سر و اینا حمله ها هستن که ما انشالله کوشش میکنیم بیشتر به جزئیاتش داخل شویم. یعنی چی که شیطان از پیش رو حمله میکنه؟ یعنی چی که از پشت سر حمله میکنه؟ یعنی چی که از راست حمله میکنه یا از چپ؟ و بعد از اینکه مطالعه کردیم باید از خودتان بپرسین و شاید برای شما حمله از پیش روی مشکلتان است. شاید برای دوستتان حمله از چپ مشکلش است. شاید به دوست دیگه حمله از پشت سر مشکلش است. به همه از یک راه حمله نمیکنه. اگه این کار نکرد از راه دیگه حمله میکنه. اگه این کار نکرد یک راه دیگه و اگه این کار نکرد من این رو میفهمم. از این روش پیش میرم. از این راه حمله میکنم. فهمیده؟ به این خاطر است که باید مطالعه کنیم در مورد ای که شیطان چه قسم سفر ما را در راه راست خراب میکنه. باشد که الله ما را در راه راست ثابت و متعهد حفظ کنه. یک چیز را حال بفهمی وقتی که بعد از ما سوره فاتحه را خواندن، وقتی سوره فاتحه را خواندن ما و شما میگیم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که تو برای آنها آسانی آوردی. یکی از معناهای انعام یعنی راحت کردن کاری. تیسیر یعنی انعام، نعمه یعنی نرمی. فقط الله هست. معنای راه کسانی که رحمت دادی رو میفهمین؟ نعمه بخشی از معنا است، نعمه هم یک بخشی از معنا است. راه کسانی که فقط تو میتونی راه برای اونو آسان بسازی، فقط تو. چرا که بدون تو شیطان مطمئن میشه که راه دشوار است، غیر ممکن است. پس وقتی از الله میخوایم فقط راه مردم خوب نمیخوایم. راه کسانی که تو مداخله کردی و تو راه برای اونو آسان ساختی، بدون آسان ساختن تو ای الله این راه نه راحت میبود نه آسان. چرا که تا روز قیامت شیطان در او راه هست. شیطان و پیروانش در او راه منتظر شما هستند که حمله کنند. یک راه چطور آسان بودن میتونه وقتی که از هر طرف به تو حمله میشه؟ فقط زمانی که الله او را آسان بسازه. فقط زمانی که ما از کسانی باشیم که در فاتحه ازشان ذکر شده. الذین انعمت علیهم، ای به شما یک احساس دیگه میده از چیزی که وقتی به نماز استاد میشین و میگین صراط الذین انعمت علیهم. باشد که الله متعال ما را در او ثابت بگردانه و عبادت های ما را قبول کنه و از وسوسه های شیطان حفظ کنه. السلام علیکم و